فردایی 11 شب آقا مجید سر و صورت گردو اینا اومد تو فروشگاه پدرم خدا بیامرز. پدر منم عادتش بود به مشتری خیلی احترام بود. خسته طرف داغون بود، بهش چایی داد و قشنگ براش نون و پنیر و خیار خورد کرد داد به این آقای خورد و خیلی خوشش اومد. حاج آقا من یه قالی بزرگ قواره میخوام برای خونم. یه قالی بابای من داشت شده حدود 100 به 107 به قواره این قالی بود. قالی رو برایش وا کردیم تو مغازه. حاج آقا من اینو میبرم منزل میندازم ببینم حاج خانم میپسند یا نه. پدر من بدون اینکه از این آقا شماره تلفن بگیره به قیمت الان یه قالی 8 میلیاردی رو بدون امضا بدون رسید باشیم پشت صندوق با یه پژو 405 اومده. من به بابام گفتم دادی رفت؟ نه تلفن گرفتی نه آدرس گرفتی ازش؟ و پسر جون این آقا برمیگرده. آقای فردا نه پس فرداش از اون تجار بزرگ آرد بود به پدر من زنگ زد حاج آقا تشریف بیارید منزل ما رفتیم منزلش دیدیم یه خونه داره 2000 متر. من فقط موندم شما چجوری به من اعتماد کردی این قالی 100 متری اصفهان خودش عقل ماشین من شماره نگرفتی تلفن نگرفتی آدرس نگرفتی. من 40 سال برای این تشخیص زحمت کشیدم.